میخوام شما را آشنا کنم با شیطون ترین و هوسبازترین گربه‌ای که دیدم، به اسم فریتز. بله، انیمیشن فریتز د کت یا فریتز گربه محصول سال 1972 یک انیمیشن آمریکایی که برای اولین بار برچسب انیمیشن بزرگسالان بهش خورده و به هیچ وجه، تأکید میکنم به هیچ وجه، مناسب افراد زیر 18 سال نیستش. سال هاست که ما گربه های شیطون رو توی انیمیشن ها دیدیم، مثل تام، لوسیفر، گارفیلد و گربه چکمه پوش، ولی هیچ کدومشون به پای فریتز نمیرسن. یک گربه هوسران و خوشگذرون، هر کاری که از یک شخصیت انیمیشنی انتظار نداری تو این گربه انجام میده. مثلا توی کل این انیمیشن الفاظ خیلی رکیک و فحش‌های خیلی نابجایی و بکار میبره، مواد میکشه، لاس میزنه و البته کلی کارای خاک برسری انجام میده. خب دیگه وارد جزئیاتش نشین دیگه. اگه خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و چنل منو هم سابسکرایب کنید.